ماشاءالله. من باید این بچه رو یه ماچ بکنم. این میشه ملکه رقص ایرانی میزه. قول میدم برای اینکه تو ذاتش هست، همه چی رو رعایت میکرد. یه ذره تو آهنگ یه چیز کوچیک میشنفت اونو رعایت میکرد. اینو میگن رقص. خیلی خوب بود. فقط حیف آهنگ اولیش پدر مادرش باید زودتر بهتر درست میکردن. شما که زحمت رو میکشین، همه خرج میکنین تا اینجا میایین، یه آهنگ رو بیدادین قشنگتر درست تنظیم میکردن. ولی بازم من همه چی رو دیدم، همه چی رو فهمیدم. باریکلا. چند سالته؟ من 10 سالمه. ماشاءالله. How old are you, Daddy? How old? 10. 10. I just 10 years old. 10. Yes. 10? Yes. You No great. English. Huh? English no. English no. Okay. But I have to say something. Say okay? something. So, you're great dancer. Great. Perfect. I'm a fan of you. این فیلم اینو من بابا خانم جمیله نشون دادم. خیلی خوشگل میرقصی. من خیلی دوست دارم. آفرین. معلم داشتی؟ نه. هم بر همینطور زادی. بله. قربونت برم. به افتخار دست بزنی. ماشاءالله. من آهنگ بابا کرم و ایرانی رو کردم. بعد محمد خردادیان به من گفتش که شما تمرین تو خونه کردین یا نه؟ من گفتم که آره. بعد
من یکی از جزو فینالیستا شدم. بعد خیلی خوشحالم، همه بهم گفتن خیلی قشنگ رقصیدی. من نظر محمد خردادیان هم همین.